در تاجیکستان گرانترین ماشین هست. ساختمان‌های بزرگ شخصی را مشاهده می‌کنید. معرکه‌های پرخرج را می‌بینید. اما در این کشور میلیونرها و میلیاردرهای رسمی گویا وجود ندارند. ممکن که ثروتشان از راه ناپاک جمع‌آوری شده است. یعنی اگر آشکار شوند حتما سوال پیدا میشد که اینا اینقدر ثروت از کجا پیدا کردند. تا سال 2008 تلاش‌های برای معرفی کردن ثروتمندان تاجیک میشد، اما با مرور زمان این هم به یک اسرار وقت تبدیل یافت. عجیب این بود که بر طبق تدقیق شرطی مطبوعات تاجیک بیشتر از ثروتمندانی که نامبر میشدند منصبداران دولتی بودند. تا یک اندازه نام خود را پنهان کردن به آن معنی که شاید آنها میترسند از آن که خوب در سیمای خودشون رقیبای زیاد پیدا نکنند، دشمنای زیاد پیدا نکنند، یا تا یک اندازه پنهان کردن آنها هم باعث میگردد به خاطر مثلا حفظ خودشون و این چیز هم فکر میکنم که جایز است. این پنهان ماندن ها به قول بعضی از مصاحبانمان توضیح دیگر هم دارند. به فکرم بیشتر اونهایی که کارخانه دارند یا که پول بسیار دارند از انداز سپاریدن میترسند. سازمان تکس جاستیس نتورک سال 2013 ثروت تاجیکان را در منطقه های آفشوری دقیق کرد. بر طبق معلومات این سازمان بریتانیایی، تاجیکان زیاده از 3 میلیارد دلار خود را در این جایها نگاه می‌دارند. ما در ایران یک گپی هست میگن که اونهایی که پول دارن، پیسه بسیار دارن، میگه ما پول داریم، پول رو داریم، یعنی محکم نگه می‌داریم برای اینکه خراجات بسیار نکنیم. پیسه‌شون رو نگه می‌دارن که برای اینکه خفه نشن، بعد اذیت و آزار نشن، چون بسیار در جهان کارهایی میکنن که کارهای مافیایی، ما میگیم کارهای مافیایی میکنن در جاها که اینها رو ممکنه فریب دهن، ممکنه غمشان دهن. برای همین پیش خودشون همین آینده نگری میکنن، هم این که در ایمان باشن، هم این که کارهای بسیارتر بکنن. خطر از طرف دولت است برشان. ممکن دولت پول تکس بیشتر ازشون بخواه، چرا که ثروتمندا را دولت کوشش میکنه که پول بیشتر ازشون بگیره و بر غریبا تقسیم کنه. دیگه از او خاطر اینا ثروت خود کمتر نشان میتن یا پنهان میکنن. ویخی پوتین است، رئیس جمهور روسیه، که در حدود 300 بیلیون دلار سرمایه داره، ولی آشکار نیست سرمایه از او. همین قسم سرمایه شاه عربستان سعودی سرمایه خیلی بیشتر از خیلی بیشتر از پوتین هم داشته باشه، ولی اونا نام خود نمیتن، نمیگوین که ما ثروت بیش از حد داریم. چند نفر محدود بر مردم نشان میده که ثروتمند ایناستن، ما نیستیم، ولی ثروتمندای اصلی اوناستن. برابر به اجرا در آمدن قانون درباره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، از 7 ینور شرکت کارخانه ها در تاجیکستان وظیفه دار هستند که هنگام ثبت نام در مقامات انداز مالک بنفیسیر یا منفعتگیر نهایی خود را آشکار کنند. شاید بعد از این میلیونرها و میلیاردرهای تاجیک را بشناسیم. ولی وقتی ثروتمندی که با مهنت حلال صاحب ثروت شده است انداز می‌سپارد، اگر مسلمان باشد زکات می‌دهد به فقیران، یعنی به هر نوع آشکار می‌کند دارایی خودش.